بریم با هم یه آبدوغ خوشمزه بی‌نظیر درست کنیم. من همیشه از ماست گاومیش استفاده میکنم، ماست به میزان، گردو یک کاسه سرخالی، خیار به میزان یک کاسه در واقع ماسوری پر، تربچه رنده شده سبزی خوردن و یه دونه پیاز بزرگ، کشمش به میزان، ذائقه‌ای، نمک، در واقع فلفل و نعنا و یه قاشق گل محمدی و یه خامه پاک صبحانه و نون محلی و دوغم ذائقه‌ایه، چون من دوست ندارم دوغو نمیریزم، ولی میتونید شما آبدوغتون رو ترش درست کنید. بریم با هم این آبدوغ خوشمزه بی‌نظیر رو درست کنیم. فصل گرماه و خیلی این آبدوغ میچسبه. خب بریم مواد رو با هم ترکیبش کنیم. اینم آبدوغ خوشمزه بی‌نظیر ما آماده شد. امیدوارم که این آبدوغ رو درست کنید. در فصل تابستون و گرما خیلی میچسبه. اینم نون محلیش، درست کنید و نوش جان کنید.